سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستی حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه آموزش دیگه. امروز می‌خوایم با هم دیگه کشک بادمجون خیلی خوشمزه درست کنیم. مواد لازم برای درست کردن کشک بادمجون، اینجا ما 1 کیلو بادمجون لازم داریم که من از قبل گذاشتمش توی آب نمک تا ترکیب بادمجون رو گرفته بشه. 3 الی 4 عدد پیاز سرخ شده دارم اینجا، یه بوته سیر سرخ شده که از قبل سرخش کردم، 2 قاشق غذاخوری نعنادا و کشک و نصف لیوان آب لازم دارم. این ماستم که الان اینجا داریم میبینیم، الان بهتون میگم میخوایم چیکار کنیم. برای اینکه بادمجون رو موقعی که سرخ میکنیم روغن کمتری به خودش بگیره، بادمجونا رو چیکار میکنیم؟ ما به ماست آغشته میکنیم. به این صورت ماست اضافیش هم میگیریم، میشینیم داخل ظرفمون، دوباره همین شکل ماست اضافهش رو میگیریم و همین شکل تا آخر ادامه میدیم. هم بادمجونام رو میذاریم سرخ بشن کاملا. اینجا من بادمجونا رو سرخ کردم، حالا نصف از این پیاز داغمون رو اضافه میکنم بهش. یه خوردم سیر داغ بهش اضافه میکنم. یه خوردم نعنا داغ بهش اضافه میکنم. حالا یه خودم بهش نمک اضافه میکنم، ولی کم بهش اضافه کنیم، احتمال داره کشک خودش شور غذاتون هم شور بشه. حالا بعدا میتونه مزه‌اش بشه که اگه نمکش کم بود بهش اضافه کنیم. حالا یه مقدار بهش فلفل سیاه اضافه میکنیم، یه مقدار هم بهش زنجبیل اضافه میکنیم. همین قدر کافیه. اینجا که نصف لیوان آبمون رو داشتیم بهش اضافه میکنم. یه هم میزنم. حالا این در مایه تابمون رو تا یه خورده نرم بشه، نرم شدن بادمجونا رو میکوبیم. اینجا دیگه بادمجونامون دیگه نرم شدن. حالا بادمجونامون رو له میکنیم به این صورت. الان دیگه بادمجونامون رو حسابی له کردیم، همونطور که داریم میبینیم. حالا یه همش میزنیم. من توی این مرحله اندازه 3-4 تا قاشق هم بهش کشک اضافه میکنم. همش میزنم. دوباره درشو میذارم تا یه رو دیگه کاملا این مواد با هم دیگه مخلوط بشن و بپزن. کشک بادمجون ما هم دیگه اینجا دیگه آماده شده، این که با هم دیگه بکشیمش. خب اینم از کشک بادمجون ما، میریم که با هم دیگه بکشیمش.
خوردم این پیاز داغمون بهش اضافه میکنم.